بچه چطورید؟ خیلی خوش اومدید توی ویدیو دیگه. داخل این ویدیو قراره که با هم بریم رینگ اسپورت و رینگ سیمپره رو با هم بررسی کنیم و از هر کدوم دو تا مزایا و معایب بگیم و در کل ببینیم کدوم بهتره و این چیزا. و اینکه می‌دونم که از این ویدیو خفن لذت ببرید، حتما چنل یوتیوب سابسکرایب کنید. اشکید بریم برای ویدیو. خب بچه ما برای هر کدوم از موتورها، یعنی موتور رینگ اسپورت و سیمپره، دو تا معایب و دو تا مزایا میگیم که میشه گفت همون خوبی ها و بدی هاش، که با همین روش ما کارو پیش میبریم. خب آقا از موتور سیمپره شروع کنیم و بعدم بریم سراغ موتور رینگ اسپورت. بچه اولین مزایا یا همون خوبیه که میشه گفت برای موتور سیمپره اینه که بچه خدای نکرده مثلا شما اگر تصادفی چیزی کردید، مثلا موتور چیزی افتاد و به چیزی خوردید، اگر رینگ ها شکست، حالا سیمای رینگ شکست، شما میتونید با حالا 170,000 تومان 200,000 تومان کارو جمع کنید و حالا رینگتون رو درست کنید. ولی داخل رینگ اسپورت اینطوری نیست و قیمت خیلی بالاتری داره حالا نسبت به موتور رینگ اسپورت. خب حالا بریم سراغ دومین مزایای موتور سیمپره. بچه دومین خوبی هاش اینی که قیمت خیلی پایینتری داره نسبت به موتور رینگ اسپورت و بچه یه شکل ساده خیلی جمع جور و خیلی خفنی داره. و حالا موتورای رینگ اسپورت دانه حالا رینگش دونه 3 میلیون تومان میشه که داخل موتور سیمپره اینطوری نیست. هر رینگی دونه 1,500 که واقعا قیمت خیلی پایینتری داره و یه شکل خیلی ساده و مشتی هم داره. خب بچه بحث حالا مزایای سیمپره تموم شد و الان هم بریم سراغ معایبش. بچه اولین معایبی که موتور سیمپره داره اینی که خراب شدن زود به زود بوش توپی هستش. یعنی شما حالا یک یا دو ماه باید برید بوش توپی رو عوض کنید، چون خرابی خیلی زیادی داره و بچه نمیشه گفت خیلی مشکل بزرگیه، ولی حالا در کل آدم رو اذیت میکنه و اینم یکی از مشکلات رینگای سیمپره هست. خب بچه حالا بریم سراغ دومین معایب موتور سیمپره. بچه دومین معایبش اینه که بچه حالا من چند دقیقه پیش گفتم که رینگ سیمپره یکم جموجی رو خیلی خفنه، ولی باز نسبت به قیمتی که داره یکم حالا شکل ظاهریش حالا میشه گفت میتونست خفن‌تر باشه. بچه حالا کیفیتی که داخل رینگ هم استفاده شده اصلا کیفیت خیلی خوبی نداره. فقط اون حالا توپی که وسط رینگ هست از جنس آلومینیومه و بقیه حالا اجزای حالا اجزای رینگ از آهنه و آهن یکم حالا کیفیتش از آلومینیوم کمتره. بچه حالا بحث موتور سیمپره رو تموم کنیم و الان بریم که با هم رینگ اسپورت رو با هم بررسی کنیم و در آخر حالا یه جمع‌بندی کوچیک هم داشته باشیم. خب الان هم بریم سراغ اولین مزایای موتور رینگ اسپورت. بچه اولین خوبی که موتور رینگ اسپورت داره اینی که یه ظاهر خیلی خفنی داره، یه شکل خیلی جذاب و حالا یه رخ لاتی داره که بچه داخل موتور سیمپره ما گفتیم که حالا بوش توپی زود به زود خراب میشه، ولی داخل موتور رینگ اسپورت اینطوری نیست و بوش توپیش از لاستیکه و دیرتر از حالا کلا خرابی کمتری داره نسبت به موتور سیمپره. خب آقا بریم سراغ دومین مزایای موتور رینگ اسپورت که میشه جنس با کیفیت رینگ اسپورت. بچه مثل موتور سیمپره نیست که از آهن ساخته باشه، حالا موتور رینگ اسپورت از جنس آلومینیومه، ولی لامصب یک کیفیت خیلی خیلی بالایی داره که شما حالا داخل روی خیلی از موتورها میبینید که حالا موتور 15 یا 10 سال کار کرده ولی هنوز همون رینگ اسپورت روشه و این داره کیفیت رو نشون میده. بچه برای موتور رینگ اسپورت هم دوتا مزایا گفتیم و الان بریم سراغ معایب و بدیهاشو با هم ببینیم که چه حالا مشکلاتی داره.
بچه‌ها اولین معایب موتور رینگ اسپورت اینه که قیمت خیلی بالایی داره. خب حالا بریم سراغ دومین مشکل موتور رینگ اسپورت. بچه‌ها دومین مشکلی که داره اینه که تعمیر و کارهای خیلی کمتری هست حالا برای تعمیر رینگ اسپورت. بچه‌ها حالا مثلا اگر رینگ شما حالا یکم تاب برداشت و این چیزا، تعمیرکار میخواد که داخل خیلی از شهرها تعمیرکار حالا رینگ اسپورت نیست و حالا جایی هم هست که تعمیرکار باشه و حالا اون تاب رینگ اسپورت رو درست میکنه و این یکی از حالا مشکلات رینگ اسپورت به حساب میاد. خب بچهای مشتی چنل یوتیوب، امیدوارم که از این ویدیو خفن لذت کافی برده باشید. حتما چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کانالش هم فعال کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرتون هم داخل کامنت ها بگید. عشق منید، دم همتون گرم.